سلام علی رسول محمد و علی آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، سلام بر شما دوستدار امت مصطفی محترم حاج میرزا. از شما خواهش و التماس میکنم که با این سوال من جواب دهید. بگویید که برای چی در دین اسلام 4 مذهب است و برای چی ما محض در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه هستیم؟ این 4 مذهب از یکدیگر چی فرق دارند و مذهب شیعه چگونه مذهب است؟ و باز التماس میکنم بگویید که علم لدونی چگونه علم است؟ شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که بسطها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاج میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. این چگونه علم است؟ علم لدونی علمی هست که ما و شما وقتی دعا میکنیم خداوند بر این بنده خود علم لدون نصیب بگردان، این علم خداداد میگویند. در تفسیر در معنای علم لدونی میاد که علمی که به استاد خدا بر تو یکی نصیب میکند. یک علم غیبی را علم لدونی میگویند. و چرا در اسلام 4 مذهب است و چرا ما مردم تاجیکستان در مذهب امام اعظم یعنی ابو حنیفه هستیم؟ سوال کردن. من این جواب یعنی به شما حواله میکنم که اگر من در باب فضیلت‌های امام اعظم 3 جمعه صحبت داشتم، میتوانی که با همون نوارها با همون کسیتها مراجعت کنی، انشاءالله میفهمی که چرا 4 مذهب در اسلام پیدا شد، سببش در چیز از اونها تو برخوردار میشوی. و چرا مردم تاجیکستان در مذهب ابو حنیفه هستند؟ این سوال باید که ما و شما از کیها پرسیم، عدد ندارند. افغانستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام اعظم اختیار کردند؟ هندوستان مذهب امام اعظم است، چرا آنها مذهب امام ابو حنیفه را اختیار کردند؟ مصر، سوریه، ترکیه، ترکستان شرقی، عراق، همه این دولت‌های هستند که همه پیرو مذهب ابو حنیفه هستند. اونها را پرسیم برای چی مذهب ابو حنیفه را اختیار کردیم؟ جوابش به همه انسان معلوم است، زیرا وی رئیس مذهب هاست. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله البته در بین امام ها فرق کننده بود، علم زیاد داشتند. چرا امروز در اطراف همان داملاهای ما و شما جمع میشویم که آنها علم دارند؟ ببینید، هست انسانهایی که علم ندارند، کسی از پس اونها نمی رود، کسی با اونها گوش هم نمی کند. از این معلوم میشید است که امام اعظم یعنی خیلی برتری داشته است که امروز اکثر دنیا پیروی مذهب امام اعظم هستند. و باید که امروز مردم تاجیکستان ما از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. باید که امروز ضرور است. جوانای عزیز، باز مراجعت میکنم، من جمعه پیشین گفته بودم، باز میگویم، از همین مذهب بیرون نشویم. بهترین مذهب است، بهترین روش است و امروز به نهایت برای آرامی تاجیکستان به نهایت مساعدت میکند. هیچ فتنه دیگر نمیخیزد. کسی که امروز طرفدار آرامی تاجیکستان است، کسی که امروز طرفدار نمی کشاده بودن مسجد هاست، کشاده بودن مدرسه هاست، باید که از مذهب امام ابو حنیفه بیرون نشود. فریفته این بعض گروه هایی که برآمدن فریفته اینها نشوید. گذارین اونها کدام راهی که رفتن گیرند، شما پیروی اونها نشوید.
فقط و فقط کوشش کنین از مذهب همین امام اعظم بیرون نشوین. ان شاء الله به نهایت نیکبختی های زیاد برای شما پیدا میکند. چقدر عالم ها، چقدر مفسرها پیرو مذهب امام اعظم هستند. و شیعه چگونه مذهب است؟ این شیعه مذهبم نیست، این یک رویه خیلی غلط و خطایی هست. اگرچند که امروز مبلغای شیعه هم وجود دارد که مردم هم میخواهند شیعه کنند، خدا از این پناه طلب کردن در کار. در مذهب امام شافعی بودن غلط نیست، در مذهب امام احمد حنبل بودن غلط نیست، در مذهب امام مالک بودن غلط نیست، لیکن شیعه بودن بالکل غلط است. بسیار راهی خطر است. این راه را برای خودتان اختیار نکنید. بسیار راهی وزنین است. ما از زبان اونها چنان سخنهای شنیدگی هستیم که باور کنین اگر من در بین شما اعلان کنم همه شما با اونها لعنت میفرستید. بسیار سخنهای قبیح میگویند، بسیار دشنامهای بی‌نهایت بیجا میدهند. از این خاطر هیچگاه شیعه را به زبانتان نرانید، پناه به سوی خدا از این رویه کنید. داملای عزیز حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب گردونید. مرغ مرجان یعنی ایندوک حلال است یا نه؟ حلال است. من یک بار دیگر گفته بودم، یگان دو دیلگی نکنین، این حلال کرده خداوند است. دوم میپرسم که درباره قبیله ایشانها چیزی میگفتید، یعنی ایشانها کیا هستند؟ اینجا در این باب دو سوال آمده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما به یک خانه بیرون از شهر خواستگاری رفتیم. یک جوان خواستگاری رفت است برای زن گرفتن. از ما پدر دختر پرسید ایشان یعنی سعید زاده هستین یا نه؟ ما گفتیم که نه. گفت در ما درست نیست که ما غیر ایشانها را دختر دهیم. من گفتم آخر ما نیز مسلمانیم. او گفت که در کتاب مختصر گفته شده است که درست نیست. داملا آیا این حقیقت دارد یا نه؟ من بر شما اخلاص زیاد دارم و دائم در حقتان دعای خیر میکنم. و من چی توصیه میدید؟ خدا حافظ. امروز در تاجیکستان ما خیلی شخصان برجسته به نام ایشانها مشهور هستند، معروف هستند و در همین مردم ما و شما هم ایشانها یک قبیله هست که ما و شما احترامشان میکنیم. یعنی مقصد از این ایشانها و سیدزاده ها اینا کسانی هستند که میگویند ما از اولاد پیغمبر هستیم. یعنی همون شاخه هایی که آمدگی یعنی امروز همین ایشانها و سیدزاده هایی که هستند اینها از قبیله های پیغمبر منسوب میشوند. یعنی اینها همین است، دلیل اونها همین از فتوای اونها که ما از قبیله های پیغمبر هستیم. از این خاطر مادامی که قبیله پیغمبر که باشد ما اونها را احترام میکنیم، ما اونها را عزت میکنیم همچون ایشان گفته. لیکن وقتی که این دختردار مراجعت میکند که در مختصر صاحب مختصر گفته باشد که دختری ایشان بغیر ایشان کسی گرفتنش نادرست است، وای غلط میگوید. در مختصر در باب ایشان گپی نمیرود، بلکه در مختصر میرود که و فی الاسلام عجما و فی العجم اسلاما. عباره مختصر میگوید که بعض عرب ها از برای بعضیشان کوف هستند، یعنی برابر هستند. قریشی ها یعنی قبیله پیغمبر با بعض قبیله ها برابر هستند، یعنی میتونن که دختر دهند. لیکن در مردم عجم، در مردم ما غیر عرب ها اسلام شرط است. اسلام داشتن، مسلمان بودن شرط است، ایشان بودن نه. اون کسی میگوید که ما ایشان هستیم و ما عرب هستیم و شما تاجیک هستین، این به نهایت غلطی کلام میکند و یک جدایی انداختن است. این یک محله گرایی میشود. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید بیا ای بی ادب خود را ادب کن،
بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. بیا ای بی ادب، ای شانی بی ادب، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. مسلمان زاده هستی، نسب تا ترک کن. من فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، اینها را ترک کن. میگوید برنگ احمر و رگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت میگوید اگر با همین رنگ احمر، یعنی عربها را سرخرو میگویند، اگر عربها با قبیله عرب بودنشان، با سرخرو بودنشان، اگر خودشان به شما فضل دادن، ترکشان کنید که اونها برای شما لازم نیستند. در اسلام نسب داشتن این اعتبار نیست. خدا در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بین خداوند با همه قبیله ها مراجعت میکند، چی تاجیک باشد، چی ترک باشد، چی تاتار باشد، چی روس باشد، چی امریکایی باشد، کسی نباشد. میگوید از بین همه شما، در بین من مکرمترین شما، با عزتترین شما کسی هست که از خدا میترسد. کسی از خدا میترسد وای در نزد پروردگار قدر و درجات خاصه ای دارد. ایشان بدن این مقصد اون نیست که درجه او از ما و شما بلند باشد، بلکه در نزد خدا درجه از همه بلند کی داشته است؟ کسی که از خدا میترسد. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار گوش اندازید به سوی فاطمه: ای امت الله، بترس از قهر حق، گو ذکر آگاه. فاطمه که دختری محبوب ترین دختری رسول اکرم است، پیغمبر به او چی میگوید؟ این ایشانها که چند قدر دورن از پیغمبر، این فاطمه چند تا نزدیک است. میگوید که ای فاطمه، بترس از قهر حق و ذکر آگاه، از خدا بترس. مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کار دشوار. تو به من هیچگاه تکیه نکن که من دختر پیغمبر هستم، زیرا که محشر، زیرا که قیامت چه میدان دهشتناکی هست که قرب حق به موقوف عمل هاست، وگرنه در راه طاعت خلل هاست. عمل تا زیاد کن ای فاطمه. منازی که پیامبر زاده ام من، میان بندگان آزاده ام من. نناز میگوید که من دختری پیغمبر هستم، در بین تمام مردم فرق کننده هستم. نناز میگوید با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه، از نسلت نمی پرسند، از اولادت نمی پرسند، از عملت می پرسند. چه عمل داشتی؟ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب. پیغمبر میگوید همه شما ای مردم فرزند حضرت آدم هستین و آدم خدا از خاک آفرید. یک حدیث من برای شما میخوانم، این بی نهایت الک جدا کننده است. یعنی کی در نزد پروردگار قدر دارد؟ پیغمبر خدا میگوید یا ایها الناس. این حدیث پیغمبر در بالای اشتر در شهر مدینه خواندن، خطاب کردن، خطبه خواندن. ای مردم، چی گفتن در مردم؟ ان ربکم واحد، خدای شما یکه هست. و این آباکم واحد، پدرهای شما هم یک پدر است. الا لا فضل لعربین علی عجمین، ولا لعجمین علی عربین، ولا لاسود علی احمر، ولا لاحمر علی اسود، الا بالتقوی. پیغمبر گفتن نیست فضل بین عرب و بین غیر عرب، نیست فضل. نیست فضل بین غیر عرب و با عرب، نیست فرق بین سیاه پوست و سرخ پوست. پیغمبر میگوید ولا لاحمر لاسود ولی اسود لاحمر. سیاه پوست و سرخ پوست گفتگی در اسلام نیست. گفت پیغمبر الا بالتقوا، مگر که در نزد خدای خود شما با عزت میشوید وقتی که از خدا بترسید. چی سرخ رو باشید، چی سیاه رو باشید، چی ایشان باشید، چی غیر ایشان باشید، فقط با خدا ترسیدن فرق میکنید.
رسول اکرم در آخر چی گفتن؟ الا هل بلغتو؟ گو همه شنیدید که فقط فرق کننده در نزد خدا به ترس خدا می شود. قالوا نعم، بله گفتم پیغمبری خدا همه من شنیدیم. قال فلیبلغ شاهد الغایب، پیغمبر گفتن مادامی که شنیده باشین کسانی که در این مجلس نبودن به اونها هم رسانید. یعنی باید که بین ایشانها و بین غیر ایشانها باید که تکبری وجود نداشته باشد، جدا کردن وجود نداشته باشد. وای گفته است که ما دختر میگیریم لکن دختر نمیدهیم. این فضل بین، دختری ما را میگرفته است لکن دختر ما را نمیداده است. آیا این جدا کردن نیست؟ اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. خبر میده اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ای انسان کسی نباشی، تو از راه بول شدی میگوید. امروز این جدا کردن چی کارش میکنی؟ تو این کبر و منی ها چی کنی؟ این کبر و این منی های تو چی در کار است؟ باید که ما و شما جدا نکنیم. در ملک ما و شما فقط اسلام داشتن شرط است. ایشان است غیر ایشان است اما در نزد خدا برابر است، مگر که با عزت ترین ما فقط کسی که از خدا میترسد، انا همون با عزت ترین انسان در نزد خدا به حساب میرود. این جوانی که اگر همچنان اگر خانه رفته باشد که این خیل گفته باشد هم خانه را ترکش کن، رو دختر دیگر کسا بگیر. السلام علیکم ای دوستی خدا حاجی میرزا، من یک جوان عاشق مدرسه محمدی شما که از شهر دوشنبه از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. من یک اپه بی نماز دارم، روز جنجال خوردم با این اپم، بعد من به کار رفتم، از کار گشته به خانه آمدم که مادرم با من یگان گپ ناپرسیده جنگ و جنجال برداشت و به سوی من گشته گفت که عاقت کردم، برآمده رو از خانه من. بعد به همین سخن سخت مادرم من خودم را خواستم که به قتل رسانم. در حالت با قتل رساندن اسلام و سخنان سخت تأثیر شما نگذاشت که من خودم را به قتل رسانم. آیا من چیکار کنم؟ آیا من با همین سخن سخت مادرم عاق کرده و دوزخی شدم؟ من چیکار کنم؟ به خانه برگردم یا نه؟ التماس جواب دهید. من جوان نمازخوان 5 وقته هستم و با روزه، خدا مددگارتان باشد. البته من اول میگویم که با کسانی که بی نماز هستند شما باید که یک معامله کنین که اونها را به سوی نماز جلب کرده توانین. اونها قطع درشتانه شما صحبت نکنین. طرز تبلیغ، طرز دعوت این نیست که ما بی نماز از معرکه خود بیرون کنیم یا بی نماز تماما انسان نشماریم. این گونه باید معامله نکنیم. بی نماز است باید توصیه دادن در کار، باید نصیحت کردن در کار، راههای خوب به او نشان دادن در کار، پیش یک عالم برینش تا که دل وی ملایم کند. با این گپ های سخنی سخت و قبیح عاقبت کار البته با این انجام نیابد. لیکن بسیار غلط است که مادر و پدر در اندک کار فرزندها را عاق میکنند. بسیار غلطی کلان است. در اسلام عاق وجود ندارد. عاق نکنید، زیرا که بین سبب یک عاق شدن او اگر بعضی همین موعظه های ما و شما نمیشد، این جوان تیار بود است که خودش به قتل رساند. برای چی؟ برای که مادرم که عاقم کرد تمام من دیگر روی جنت نمیبینم. این گونه اعتقادی پر تأثیر در وجود این جوان وجود داشته است. برای همین باید این مادر هر دو فرزندها را میشیناند، با اینها نصیحت میکرد، با این دختری بی نمازش تاکید میکرد که دخترم خیلی با نماز شو، از گپی دادرت ملال نشو، و دادرش هم نصیحت میکرد که با طرف اپای خود این گونه معامله نکن. گفته این باید که استفاده میبرد، نه اینکه در حال با اندک کار. بسیار از در اینجا خطا میآید که مرا پدرم عاق کرد، مادرم عاق کرد، سببش میبینی یک سببی نه چیزی هست.
این جوان البته عاق نشده است. این جوان اگرچه حکم خدا را بر اپای خود رسانیده است و شاید این مادر سراسیمگی کرده است، شاید در مادر سخن نادرست رسانیده باشند و این مادر تا حد آمده است که این فرزند عاق کرده است. این فرزند میتواند که باز نزد مادرش رود، خانه رود و عاق شده نیست. از مادر خود عذرخواهی کن، مادر تو را بخشد، در حق دعای نیک کند. ان شاء الله وای اونها یک کان رحم هستند و اینها دائم دلسوز هستند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان جمیع آن بندگانی که به ما سوال ارسال کردند و امروز سبب شنیدن چندین نفرهای دیگر شد، خداوندا این سوال دهنده ها را عمر دراز و تنی صحت و از کل آفتا خدا نگهشان بداری و تمام این بندگانی که در اطراف خانه تو جمع شدند، خدایا هر مراد و مطلوبی که دارند مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان و اهل جمعیت ما را عمر دراز نصیب بگردان و از جمیع فتنه ها و تهمت ها و از جمیع گزندها خدا در حفظ امان نگهشان بداری. آمین یا رب العالمین. اینجا ان شاء الله الحال میخوانیم چند نفرهای هستند که خیر احسان ها کردند. محترم حاجی میرزا با سببی که در خانه امان آدمی پخت و پسکن نیست، من حاجتامون در بیمارخانه بستری می باشم، با همین سبب صدقه مرا برای آبادی مسجد 50 سامانی قبول نمایید و دعا کنید که با همین درمندهای ما شفای کامل و عاجل پروردگار میسر بگرداند. با احترام مخلص شما حاجی سرخان. یعنی بابای حاجی سرخان هم که یعنی چند بار شد که در آبادانی همین مسجد یعنی دستیاری دراز کرده ایستاده است همراه فرزندهایش و امروز که بیمار هستند و اینجا یک داملای دیگر هم از ما خواهش کردند که وایم به کسلی دل مبتلا هست و به نزدیکی یک سهم در همین مسجد گذاشتند، باز هم گذاشتند. خداوند شفای کامل و شفای عاجل با این دو حاجی نصیب روزی بگردانی و خداوند باز هم دولتشان زیاده بگردانی، فرزنداشان اهل